حدیث نمبر 12. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین. من یرید الله، به هر کسی که الله اراده بکنه به او خیرا نیکی را، یفقهه فی الدین، او را فقیه در دین میسازه. در حدیثی که متفق علیه هست، یعنی حدیث صحیح مسلم و صحیح بخاری هست، پس الله متعال برای کسی که خیر بخواهد او را برش راه تفقه در دین آسان میسازه. این فقیه میشه و دانشمند در چی میشه؟ در دین میشه. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه را تقسیم کرده که یکی فقه اکبر است که او عقیده هست و یکی فقه اصغر است که او کتاب های فقهی دیگه هست. پس در اینجا هر کسی که خصوصا در عقیده، چون الله متعال برای کل ما و شما اراده خیر کرده، ما و شما کوشش بکنیم که درسای عقیده را یاد بگیریم و کسی که فقیه شود در دین و عقیده خوب داشته باشه و اساسات دین بفهمه و بعد از او باز دیگه فروعات دین هم کتابایش بخونه، ای در حقیقت باید بفهمه که امی توفیقی که حاصل کرده که عقیده را یاد بگیره و دین را یاد بگیره، فقه و دانش دینی را یاد بگیره، الله برازی چی کرده؟ اراده خیر کرده، یعنی در خیر الهی این شامل شده. ما و شما کوشش بکنیم، زحمت بکشیم تا که عقیده خود بسیار خوب بسازیم و مطابق قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله.